من داشتم میرفتم تو راه آفتاب بود، رسیدم اونجا آفتاب بگیرم آفتاب رفت. دارم برمیگردم آفتابه. وات. خیلی شانس در حد. سلام رفقا، داریم با هم میریم دریا. بردمتون شهر ساحلی، با هم بریم ساحل، یکم آفتاب بگیریم، مردم ایتالیا رو ببینیم که چقدر آفتاب گیرن. آفتاب گیرن نمیدونم چی بود که الان اومد واژه مناسبی پیدا نکردم، یعنی خیلی به گرفتن آفتاب علاقه دارن. نمیدونم چه احساس کردم دارم من نگاه کنم. بعد کلا ایتالیایی‌ها انقدری که آفتاب میگیرن، تابستونا کلا به آفتاب گرفتن و تن کردن علاقه دارن، کلا معروفن. یعنی اینطوری شده که توی مثلا اخبارهای آمریکایی میبینی، بعد حالت مسخره میگن که ایتالیایی‌ها که اروپایی نیستن، یعنی سفید پوست نیستن. منظورشونه که خیلی آفتاب میگیرن و پوستشون تیره میشه. بعد قشنگ میفهمی که مثلا توریست میاد، اینا مثلا برای اروپای شمالی ان، خیلی سفیدن. ایتالیا رو کاملا تشخیص میدی. و اینکه خب چون مثلا ایتالیا جزء کشورهایی که مثلا ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، اینا کشورن که خب قشنگ تابستون دارن، آب و هوا خیلی خوب میشه تو تابستون. ولی مثلا اروپای شمالی خب اصلا ندارن تابستون، آفتاب ندارن، آب و هوا خیلی بده و خیلی اینجا میبینی که تابستون کلی توریست میاد که مثلا استفاده کنن از آب و هوا، آفتاب بگیرن و اینا. خب خود ایتالیایی هم که دیگه قطعا خیلی براشون جذابه دیگه این موضوع. و جدای از اون کلا مثلا دیدین که میگن اروپایی‌ها کم افسردن و اینا، بخش اروپای شمالیشون آفتاب ندارن و آفتاب نداشتن، ندیدن آفتاب اینا در طول روز خودش باعث میشه که یکم حالت مثلا افسردگی و این چیزا رو زیاد میکنه. حالا امروز هوا یه جوریه که هی ابری میشه، هی آفتابی میشه، یعنی هی میبینی الان مثلا آفتاب نیست دیگه. تا اینجا کلی آفتاب بود، الان یهو ابری شد، هی میره میاد، در رفت آمده. و فکر کنم که چیز بشه، یعنی آخر شب عصر اینا بارون بیاد. حالا در کل این که بحث افسردگی اینا داشتم میگفتم، این که خب کلا آفتاب و اینا خب خیلی مهمه دیگه. و بحث ویتامین دیش که مثلا اگر چیز دارید، مثلا خیلی خسته میشید در طول روز، احساس قشنگی احساس خستگی زیاد میکنید، لو انرژی هستید، یکی از عاملاش میتونه ویتامین دی باشه. و خب ما هم تو ایران خیلی اینطوری نیستیم که بریم مثلا آفتاب بگیریم و ویتامین دی بدنمون تامین بشه. به خاطر همین چیز مهمیه در کل. حالا قراره که امروز ببرمتون لب دریا، ببینیم چجوری. امیدوارم که تنها آخرای تابستونه و هوا خیلی نایس نیست و فکر نمی کنم زیاد آدم باشه، اما حالا به هر حال میریم ببینیم که چطوریه. اگه شد یکم ویتامین دی دریافت میکنیم و برمیگردیم. خب به نظر میرسه که روز خیلی مناسبی رو برای دریافت ویتامین دی انتخاب کردیم. آخر تابستونه و هیچ کسی نیست تقریبا. من اومدم قسمتی که مردم خودشون میتونن چادر بزنن و اینا، یه جمعیت خیلی خیلی اندکی، چون آفتاب بود از صبح، بعد یهو چیز شد، اصلا ابری شد. من دیدم دیگه همه دارن میرن و اطلاعات خیلی کمی آدم مونده. حالا برم تیکه هایی که مثلا قبل آمدم دریا و آدم بودن رو بذارم، چون خیلی ضایع بود. حالا من خوبه که شلوارک ورزشی دارم، برای اینکه ضایع نشیم میتونیم خط ساحلی رو بدویم، بگیم اومده بودیم که بدویم، خیلی بهتر باشه. چون اصلا ببین انقدر باده، آب دریا رو باید نشون بدم، ببین چه موجی داره. مثلا الان برگردم بهتون نشون بدم. میبینین چه شکلیه، چه موجی داره. بعد اون ور که مثلا چترها رو اجاره میدن همه بستن، مثلا اون چترها رو میبینی اصلا اونجا هیچ کس نمیتونه. تقریبا تموم شد دیگه روزایی که میتونستی بیای و امروز خیلی جالبه که اصلا این تعداد خیلی 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 کمی اومدن. ببین روزایی که آفتاب میگیری آب دقیقاً تا اونجاست. الان نگاه کن آب تا اینجاها اومده، این وضعیتو تا اونجا بود، دقیقاً پریروز اونجا بود. بعد الان اومده اینجا. با صبحم آفتابی بود، مردم بودن، ولی الان دیگه چند نفرم که موندن دارن میرن. یکم آفتاب شد، گفتم از لذت ببری. یعنی دیدین میگن که حسنی به مکتب نمیرفت، وقتی میرفت جمعه میرفت. الان حکایت ما آفتاب شد. حکایت امروزه که یه روزی آوردمتون ساحل،
که هوا ابری بادیه، الان سپاهی منم باد میبره و حالا براتون میذارم آنچه که قرار بود ببینید. این همان چیزی که دارید میبینید. خب چون من شلوارک ورزشیمو پوشیدم که حداقل پیاده روی رو کرده باشم، بعد اگه خیلی ضایع شده همینجوری به پیاده روی ادامه میدیم که ضایع نشیم. این راه اومدیم. البته یه تعداد خیلی خیلی کمی هستن که اینجا نشسته بودن برای اینکه آفتاب بگیرن، ولی مثلا آفتابی نیست، یعنی از صبح خیلی بهتر بود. الان دیگه کم کم یه جوریه که می‌بینید در این حد آفتابه و یه جوریه که خیلی ابری میشه، آفتابی میشه، خیلی استیبل نیست و کلا اصلا برای آفتاب گرفتن روز مناسبی انتخاب نکردیم. من پریروز اومدم اینجا و دیگه گفتم آخرین روزیه که خب هستم بیام بهتون نشون بدم، چون روزهای قبلی کم درگیر این بودم که خودمون از ساحل استفاده کنیم به فاصله 2 روز و دیگه نگاه کن اصلا داری ویدیو رو میبینی متوجه میشن دوباره چیز شد، آفتاب رفت. و یعنی پریروز من اینجا بودم و امروز این شکلیه. اینجا یه جوری هوا تغییر فاز میده، یعنی هوا تابستونه، گرمه، قشنگ داری میپزی، شب میخوابی صبح بیدار میشی ببینی وسط زمستونی. یعنی اصلا یک جوری تغییر فاز میده هوا که آدم باورش نمیشه. فکر میکنه مثلا یه چند ماهی خواب بوده، فکر میکنه که مثلا چه اتفاقی افتاد، چرا یهو اینقدر عجیب. و خیلی برام جالب بود. مثلا من دیروز نه پریروز اینجا بودم و همه اینجا بودن آفتاب میگرفتن، هوا نایس. بعد امروز هوا ابریه و سرد شد، سرد که باد میاد قشنگ، یعنی دریای جوریه که نمیشه واقعا رفت. حالا یه عده دارن میرن، یعنی میخوام بگم انقدر سریع تغییر فاز میده. بعد خیلی پاییز و بهار رو تجربه نمی‌کنی، یعنی مثلا تا روزایی که هوا بهاری پاییزیه خیلی کمه، یهو از تابستون انگار وارد فاز زمستونی میشی. چند روزی هوا معتدل، نه گرمه نه سرده، بعد یهو مثلا دیگه سرد میشه. تغییر فاز هوا خلاصه مثل این آدمایی که یهو مودشون عوض میشه بعد تو مثلا میمونی شوکه میشی. تغییر آب و هوا این شکلیه. تو این هوا این خانومه تو آبه، ببینی سنش هم زیاده، اونا هم رفتن تو آب. ببینی اونا تو آبن، این برم خانومه تو آبه. دوباره آفتابی شد. اصلا خیلی هوا جالبه، ابری میشه، آفتابی میشه و مردم سعی میکنن لذتشون رو ببرن و آفتاب شد الان. داشتم میگفتم این چیزی که راجع به ایتالیایی‌ها دوست دارم اینه که تحت هر شرایطی لذت میبرن از زندگی. کلا آدمای خیلی خوشگذرونی هن و با وجود اینکه حالا مثلا یه سری مشکلات و اینا هست تو زندگیشون ولی بازم سعی میکنن لذت ببرن. من این آقا رو دیدم خوابیده قشنگ داره آفتاب میگیره و الان می خانواده دیگه اینور اومدم پهن کردن، اعتماد به نفس گرفتم و میخوام که همین چیزی پهن کنم، بخوابم و آفتاب بگیرم. ایشونو میگفتم اگه بیاد پشتم یه جوری خوابیده آفتاب میگیره. و اینکه بقیه هم دارن میان، احساس خوبی گرفتم، فقط ما نیستیم، تنها نیستیم. من برم یه جایی پهن کنم، بشینیم ما هم یکم کنار هم لذت ببریم. این برم اینا نشستن، چه احساس خوبیه، احساس کنم تنها نیستم. بیا همینجا پهن کنیم بشینیم ما هم. نظرتونه؟ ما هم از ایتالیایی یاد میگیریم و تحت هر شرایطی سعی میکنیم که از زندگیمون لذت ببریم. الان منم، شماهایی، این چند نفری که کنارم میبینیم و یه سری آدم که تو آبن. آدم میان توی آب، میان بیرون، آفتاب میان بیره و من نمیدونم چیکار کنم. فقط استو بهتر گرفتم چون هی کم کم دارن اضافه میشن. نمیدونم قراره که هوا آفتابی بشه که کم کم دارن اضافه میشن یا نه. و اینکه آفتاب میره میاد، نمیدونم که بخوام آفتاب بگیرم چیکار کنم. ولی قشنگه، دوست دارم اینجا رو که میشینم مثلا نگاه میکنم کنار دریا، آدم‌ها قدم میزنن، سگشون رو آوردن بازی میکنن. کلا وقتی که مهاجرت میکنی تو خونه بودن، ندیدن مردم خیلی اذیتت میکنه. یکی از چیزایی که طی سالهایی که ایتالیا متوجه شدم اینه که کشوری که هستی اگر آب و هواش خوب باشه خیلی تو روحیت اثر میذاره، به خاطر اینکه
تو عنوان یک مهاجر خیلی نیاز داری که توی جامعه باشی، بیای بیرون آدما رو ببینی و وقتی که آب و هوا بده، مثلا همین الان نگاه کنی کم آب و هوا بد شده، آدمای کمتری هستن و فکر کنم مثلا تو اروپای شمالی دیگه خب یک سر آب و هوا بده و تو کمتر مثلا میتونی بیای بیرون، آدمای کمتری بیرونن و کمتر میتونی سوشالایز کنی، به خاطر همین خیلی تو روحیه آدم اثر میذاره و اصلا طی زمان آدم افسرده میشه. به خاطر همین میگن که don't take it as granted. احساس میکنم که اوایل واقعا چیزای مثلا سعی می‌کردم که خوبی ایتالیا رو خیلی نمیدیدم، مثلا همین آب و هواشو خیلی مثلا همین طوری فکر میکنن که اوکی چیز مهمی نیست، در صورتی که واقعا به عنوان یک مهاجر حتی خود مثلا کسایی که توی چه میدونم کشورهای سردتری مثلا سوئد و اینا زندگی میکنن که آب و هواش خوب نیست، خود اونا هم دچار افسردگی میشن، چه برسه ماهایی که مهاجریم و هیچ کسی رو نداریم و نیاز داریم که بیایم بیرون آدما رو ببینیم، سوشالایز کنیم. برای ماها خیلی خیلی سخت‌تره. به خاطر همین مثلا یکی از چیزایی که ایتالیا داره همین آب و هوای نایسشه، یعنی به نظرم خیلی چیز مهمیه دیدن آدم‌ها، اصلا حال آدم خوب می‌کنه. من خودم هر وقت که احساس خوبی ندارم، لو انرژی هم میام بیرون و اصلا حالم خوب میشه آدم‌ها رو ببینم. فکر کنم وقت آفتاب گرفت میکروفونم رو در آوردم که چیز بزنم، اسپری بزنم، چون هی آفتاب میاد و نمیدونم قراره که خدا کنه که حالا دورنگ نشم، چون تاپ تنم بود و هنوز اسپریمو نزدم. تا از خونه یه چیزی زدم اومدم که از اشعه ها چیز کنه، ولی برای اینکه رنگ بگیرم حالا تو همین آفتاب دیدم که مردم خوابیدن رنگ بگیرن، گفتم که اسپریام بزنم. توی همین هوا هم ببین اینا چادر زدن قشنگ نشستن، اونا تو آبن، دخترها رفتن تو آب و دارن کلا لذتشون رو میبرن از زندگی. میدونی پوینت اینه که صبر نکنیم تا شرایط پرفکت بشه، از همون شرایطی که داریم با همون چیزایی که داریم سعی کنیم بیشترین لذت رو از زندگیمون ببریم. این چیزی بود که من مثلا طی این مدت از ایتالیایی متوجه شدم، این نیست که الکی خوش باشن، اینه که احساس میکنن کنار کار، کنار در واقع شغلشون حالا یا درس خوندنشون باید زندگی داشته باشن و این نیست که تا زمانی که مثلا به اون رویاه، به اون چیزی که در نهایت میخوان نرسن بخوان مثلا لذت نبرن از زندگی. با همون چیزی که دارن خوشحالن، حالا با هر بودجه‌ای که دارن، با هر شرایطی که دارن، از همون چیزی که دارن نهایت استفاده رو میکنن. و یه چیز جالبی هم که مثلا خیلی میشنوم مدت مثلا با دوستام صحبت میکنم کشورهای دیگه هستن، اینه که ایتالیایی‌ها بیشتر پولشون رو برای خوشگذرانی خرج میکنن، با اینکه درآمدها توی ایتالیا نسبت به مثلا یه سری از کشورهای دیگه اروپایی خیلی کمتره، مثلا درآمدها نسبت به آلمان و ندرلند خیلی کمتره، ولی مردم ایتالیا خیلی خوشگذران‌تر از مردم مثلا آلمان و ندرلندن و اونا پولشون کمتر برای خوشگذرانی خرج میکنن با اینکه درآمدشون بیشتره و اینا با اینکه درآمدشون کمتره ولی پولشون رو همش صرف خوشگذرانی اینا میکنن. و واقعا من قبل از که بیام ایتالیا اینطوری مثلا این اتیتود رو نداشتم و فکر نمی‌کردم که خب چیز خوبی باشه، ولی بعد فهمیدم که خب پوینت زندگی چیه و در نهایت ما می‌خوایم که پولی در بیاریم که ازش لذت ببریم، استفاده کنیم، خوش بگذرونیم و اینکه خب چرا از همین اولش خوش نگذریم، چرا هی روزامون رو مثلا همینطوری تلف کنیم تا مثلا یه روزی خیلی پول داشته باشیم. الان با هر چیزی که داریم میتونیم مثلا یه تفریحی داشته باشیم و خوش بگذرونیم. میدونی این چیزی که من از یاد گرفتم و خیلی دوستش داشتم، اینکه با همون چیزی که داری خوشحال باشی تا مثلا حالا زمانی که حالا به شرایط ایدئالی که می‌خواستی هم برسی. ولی اینکه همیشه از زندگی لذت ببری به نظر من خودش واقعا یه هنر. البته اینم بگم که خب مثلا بیسیک زندگی دیگه، مثلا کف زندگی خب استانداردهای زندگی خیلی بالاتر از کف زندگیه که ما توی ایران میتونیم داشته باشیم. یه خوبی که اروپا داره اینه که حد اقلات زندگی رو دارن مرداش، مثلا سیستمش مثل ایران و آمریکا و اینا سرمایه داری نیست و اینجوری نیست که یه سری خیلی پولدار باشن یه سری اصلا نداشته باشن. چرا خیلی پولدار داره کسی که خیلی پول دارن، ولی بقیه مردم هم یه رفاه نسبی دارن، به خاطر همینه که خیلی راحت میتونن زندگی لذت ببرن. تعدادمون داره هی کم کم بیشتر میشه، با اینکه همون داره بدتر میشه. نمیدونم اینا ماستن یا چی، ولی هر از گاهی من از اینا میخرم برای اینکه 25 گرم پروتئین داره و برای اینکه میزان پروتئینی که بدنم نیاز داره در طول روز بتونم برسونم و چون من خیلی نمیتونم مثلا مرغ و اینا بخورم در طول روز، از اینا میگیرم. بعد تصمیم گرفتم که به خودم بیارم، یه دونه دارم میام اینجا و کنار دریا بخورم.
خوشمزه، پروتئینی، ولی دارم مزه سیمان میاد. مزه سیمان نمیده، مثل سیمانه. کوچیک‌تر که بودم همیشه میرفتیم شمال، من هیچ وقت تو دریا نمیرفتم. تهش اینه که مثلا یه ذره مچ پام و اینا رو میبردم مثلا تو آب، رو خب نمیشد که تو مثلا با مایو بریم تو آب و اینا، و مثلا کلا خیلی بدم میومد چون من لباس و اینا تنمون بود، خیس میشدم مثلا، اصلا نمیشد هیچ کاری بکنی، شنی میشدم. بعد و همیشه این تو ذهنم بود که دوست نداشتم دریا برم. و اینجام که خب مثلا اومده بودم، همیشه مثلا اگر دوست داشتم مثلا پارکایی که مثلا پارکای آبی و اینا مثلا میرفتم. و حالا امسال که اومدم که مثلا دریا رو بخوام ببینم و بازم دوست نداشتم که خیلی تو آب برم. و اولین تجربه‌ام بود که اینجا مثلا توی اروپا میرفتم توی آب، دوری می‌لرزه خاطر اینکه خیلی باده. و دیدم که واقعا چقدر سبک زندگیشون فرق، چقدر راحتن و چقدر زندگی‌هاشون راحته. قشنگ با مایو میرن میان و مثلا خیلی راحت همینجا دوش میگیرن، لباس عوض میکنن، کلا همه چیز خیلی راحته. ولی مثلا من یادم میاد با شلوار و گلیز و کی دوست داره اون شکلی بره تو، بعد تمام زیر لباس پر شن میشه، کلا تفریح با اعمال شاقه بود. ولی الان مثلا میبینم که چقدرم کیف میداده دریا، چقدرم کیف میداده. شما مثلا من آدم میگه نه دوست ندارم مثلا شنی میشم، ولی الان زیر ناخونام شنه. ولی الان واقعا دوست دارم، بخاطر اینکه واقعا لذت بخشه وقتی راحته، وقتی تو کامفتبلی، خیلی لذت بخشه. الان ویوی شما خوبه، قشنگ دریا رو میبینید. من سعی میکنم یه ویوی باشه که شما هم لذت ببرید، دریا رو ببینیم. ما یادم یه بار رفته بودیم شمال، ببینیم اصلا من تو آب نمیرفتم، بعد من هولم تو آب، حالا من لباس تنم، شلوار و پلیس، بعد اصلا انقدر بدم میومد، لباسا خیس شده بود، چسبیده بود به من، اصلا یعنی با لباس تو آب اصلا انگار لباس سنگین تو تنت، بعد شن میره همه تو وجوده و هیچ جایی نبود که مثلا تو بری چه میدونم مثلا یه دوشی بگیری لباساتو عوض کنی، و خیلی اکسپریانس بدی بود. بعد همیشه تو ذهنم شمال اینطوریه که دریا رو دوست دارم و کنارش قدم میزنم، مچ پام فهم میکنم تو آب. و درسته ساحل خانوما هم داری، ولی من تا حالا نرفتم واقعیتش توی ایران. به خاطر همین همیشه تصویر ذهنیم از شمال اینطوری بوده که از دریا لذت میبریم و کنارش قدم میزنیم. و حتی میگم اینجا هیچ وقت دوست نداشتم که برم شهر ساحلی، ترجیح این بوده که حالا مثلا استخر و پارک آبی و اینا. ولی اولین باری که امسال بعد از این همه سال که تو ایتالیا، اولین باری که دوست داشتم برم شهر ساحلی و تجربه کنم کنار دریا بودن و تو آب دریا رفتن، و واقعا برام جالب بود که چقدر راحتن و اصلا کسی هم با کسی کاری نداره، هر کی داره تفریح خودش رو میکنه، یکی آفتاب میگیره، یکی تو آبه و همه میرن تو آب و اصلا کلا خیلی همه چیز راحته. احساس میکنم تفریح کردن اینجا راحت تره و کلا الان دیدم از دریا عوض شده. برای اولین بار تجربه اینو داشتم که برم تو آب دریا و شنا کنم و بخوام مثلا لب دریا قدم بزنم و توی آب برم بیام بیرون و کلا همه چیز خب خیلی راحته. حالا برای آقایون دریا ایران هم خوب بود چون مایو میپوشیدن، برای ما خانوما کلا اکسپریانس جالبی نبود که با لباس بخوایم مثلا بریم توی آب. و واقعا دیدم چقدر تفریحاتی که ما نداشتیم، چقدر تفریحاتی که میتونستیم داشته باشیم، میتونستیم لذت ببریم ولی نداشتیم. مردم کلا دیگه دیفالت هم عوض شد. دوست دارم، میپسندم، به نظرم قشنگه. حالا درسته یه وقتایی شاید آب دریا خیلی تمیز نباشه، ولی روزایی که آب دریا مثلا تمیزه خیلی نایسه که بری توی آب. اصلا کلا یه سو دیگه. و الان خب خیلی باده و موجیه نمیشه، ولی خب مثلا یه روزایی خیلی هوا نایسه و رفتن تو آبم خیلی لذت بخشه. اصلا کلا دیفالت هم این بود که تو آب دریا دوست ندارم برم و شهر ساحلی فقط برای قدم زدن کنار دریا و تماشای دریا. ولی الان میدونم که نه، شهر ساحلی برای اینه که تو بری توی آب. مثلا میان تابستونا شهر ساحلی مسافر که برن توی آب که تو ساحل آفتاب بگیرن. اصلا مدل استفاده ما از دریا با اینا خیلی فرق داشت. دریا ما فقط تماشا کردنی بود. مثلا میدونی دختر پسرا رو میبینی تو ساحل دارن والیبال بازی میکنن، دنبال هم میدوئن، میپرن تو آب، لذت میبرن از زندگی. و یه وقتایی آدم تفریح کردن جوانای اروپایی رو میبینه، اصلا یه حسرتی انگار تو دل آدم هست. اصلا یه جوری میشه آدم میگه که واقعا خوش بالشون، اینا زندگی کردن، اینا جوونی کردن. ما هیچ وقت نداشتیم اینو که مثلا
و واقعا اصلا مدل تفریح کردنشون لذتشون خیلی متفاوته. ماها واقعا احساس میکنم گناه داشتیم، جوونی نکردیم، لذت نبردیم از زندگی اونجوری که یه جوون اروپایی داره لذت میبره از زندگیش. ما نداشتیم واقعا. مثلا منتظرن که تابستون شه بیان دریا، بعد مثلا تو ساحل همیشه مثلا میبینی دارن بازی میکنن، یا مثلا توی آب توپشون رو میبرن تو دریا مثلا با هم بازی میکنن، مثلا همه چیز خیلی نایسه. اصلا میدونی از دیدن اینکه مردم دارن بازی میکنن، تفریح میکنن و لذت میبرن، اصلا تو هم خوشحال میشی، لذت میبری. نمیدونم چرا ما اینو نداشتیم، چرا ما مثلا نمیتونستیم این تفریح رو داشته باشیم، بریم تو ساحل والیبال بازی کنیم. حساب که اینجا خیلی کامنه، یعنی مثلا تابستون که میشه همه میان والیبال ساحلی، تابستون که میشه همه میان تو ساحل، دختر پسر رو میبینی دارن بازی میکنن، میدوئن، میپرن تو آب، لذت میبرن از جوونیشون، از زندگیشون. و احساس میکنی سالهای عمرت هدر شد، احساس میکنی سالهای عمرت همینطوری رفت بدون اینکه لذت ببری از زندگی و دیگه بر نمیگرده که میدونی. درسته اینجا به بعدش رو میتونی لذت ببری، ولی مثلا میکنی 10 سال از زندگیت لذت نبردی، کم نیست واقعا. یعنی تا آفتاب میاد من یه تیکه دیگه از لباسامو کم میکنم که آفتاب بگیرم، مثلا کفشمو در آوردم، جورابمو در آوردم، بعد دوباره آفتاب میره، بعد دوباره میره، اصلا تکلیفش روشن نیستش. میترسم که نصف نیمه، خلاصه که من نمیدونم دیگه، قراره که نصف نیمه رنگ بگیرم و خیلی جالبه تا آفتاب میاد من مثلا بولیزمو در میارم، بعد دوباره آفتاب میره، بعد دوباره مثلا میاد کفشم در میارم، بعد دوباره آفتاب میره. مثلا تکلیفش روشن نیست. امروز هوا با خودش. فکر کنم از همینجا کم کم برم به سمتی که از دریا دور بشم، ولی خب خیلی دوست داشتم که اینجا میدویدم. کوله دارم و نمیتونم با این وسایل. کلا خیلی آدمی نیستم که دوست داشته باشم بیرون بدوم، ولی این وایبو دوست دارم، اینجا رو دوست دارم و این موقع بهترین موقع است برای اینکه اینجا بدوی. همین که خلوته، خب خیلی آدما نیستن، میشه راحت تر دوید. همین که هوا خوبه، نه خیلی سرده و نه خیلی گرمه، این همشون بسته، یعنی هیچ کسی اینجا نیستش. بعد اینا مثلا روزانه اجاره میکنن که زیادم نیست هزینه، مثلا کل روز معمولا بین 10 تا 15 یوروه و واقعا اصلا هزینه زیادی نیستش. ولی خب مثلا بعد کسی که از صبح میان و روزایی که هوا بهتره، الان بیشتر اون قسمتی که چتر نبود پر آدم بود. هیچ وقت فکر نمی‌کردم اینقدر دلم برای تابستون تنگ بشه. آخرین روزای تابستونه و انقدری که اینجا هوا گرمه توی تابستون، مثلا یه ماه دیگه به شدت هوا گرم میشه و اون بازه یک ماهه انقدر که اذیت میشی و اکثر خونه‌ای که به دانشجو اجاره میدن کولر گازی و اینا نداره و خیلی آزاردهنده است و همش میگه زودتر تموم شه، اگه نیای بیرون، اگه مثلا جایی نری که خنک باشه واقعا اذیت میشی. ولی الان اصلا باورم نمیشه که دلم تنگ میشه از همین الان که هوای کم داره سرد میشه. میدونم که دلم واقعا تنگ میشه برای تابستون. وقتی که مهاجرت میکنین حتما سعی کنین که هر روز از خونه برین بیرون، چون کشور خودتون نیست، خونه خودتون نیستش که مثلا تو خونه اعضای خانواده‌تون باشن و اذیت نشین. مثلا وقتی که تنهایی مهاجرت میکنی، اگه هر روز نری بیرون، اگه آدما رو نبینی، اصلا بعد یه چند روزی وارد یه فاز آدم افسردگی میشه و اصلا دیگه یه جوری میشه که کلا نمیخوای بیای بیرون و اون دیگه از همه چیز بدتره، خیلی سخت میای بیرون از خونه. و حتی اگه هوا خوب نیست، مثلا امروز اصلا شرایط هوا خوب نبود، هی آفتاب میومد هی میرفت و شاید مثلا اصلا روز خوب مناسبی نبود برای اینکه مثلا بیای بیرون یا بخوای ترفیع داشته باشی، ولی بازم تو همون شرایط هم وقتی میای بیرون 4 نفر آدم میبینی، اصلا دلت باز میشه، حالت خوب میشه. و با اینکه هوا هم مثلا یکم اینطوری بود، بازم من دیدم که هی دارن آدما اضافه میشن میان و تو همون شرایط هم بازم لذت میبرن. حتی کسایی که خیلی بودن که تنها مثلا اومده بودن، مثلا الان که من تنها رفته بودم،
خیلی‌ها بودن که همینطوری تنها اومده بودن. ولی خلاصه میخوام بگم که شرایط آدمی که مهاجره خیلی فرق میکنه با کسی که توی کشور خودشه. اگر مهاجری نیای بیرون، حتی اگه هوا بده نیای بیرون، خیلی حالت گرفته میشه و بعدیش اینه که میری توی مودی که خودت هم نمیفهمی الان توی اون مود و حالت افسردگی هستی و خیلی اذیتت میکنه. خلاصه که به اندازه‌ای که فکر کنم نیاز داشتیم ویتامین دی گرفتیم. انقدر که آفتاب اومد و رفت نتونستیم تن کنیم، ولی خب ویتامین دی لازممون رو گرفتیم. بالاخره هی اومد هی رفت، ولی دیگه از الان به بعد دیگه خب داره قشنگ کامل دیگه ابری میشه. خلاصه که مرسی که تو این ویدیو توی این ولاگم همراه من بودین. تو ولاگ‌های بعدی، تو ویدیوهای بعدی میبینمتون. دوستتون دارم. بای بای.